شرکت هواپیمایی سیبر به دلیل تحریمات به ضد روسیه در پی حمله‌اش به اوکراین جاری شده تمام پروازهای بین المللیش را بیکار کرده است. متاسفانه شرکت هواپیمایی اس7 مجبور شد تمام پروازهای بین المللیش را از 5 مارس قطع کند. گفته می شود در اظهارات شرکت به مسافرانی که الکی چپته خریدند وعده دادند که پولشان را پوره برمیگردانند. اس7 که در بازار پروازهای بین شهرهای روسیه و تاجیکستان نیز خیلی فعال بود، پروازهایش به تاجیکستان را هم قطع کرده است. از جمله درباره بیکار شدن پروازها بین ایرکوتسک، کولوب و اومسک و بختار خبر داده می شود. شرکت اورالسکی اویالینی بزرگترین شرکتی که بین روسیه و تاجیکستان پرواز میکرد نیز پروازهایش به تاجیکستان را برای روزهای 4 و 5 مارس بیکار کرد. این پروازها می بایست از رستو و سوچی صورت می گرفت، ولی این شرکت می گوید هنوز سخن درباره لغو کامل پروازهایش نمی رود و مسافرانش می توانند یا پول خود را پس بگیرند و یا چپته های خود را به فرودگاه های دیگر عوض کنند. کاهش به شدت پروازهای بین المللی شرکت های هواپیمایی روسیه در حالی است که به ضد این کشور در پی حمله حربیش به اوکراین تحریمات سنگین جاری کردند و کشورهای زیاد حریم هوایی خود را برای پروازهای هواپیماهای روسیه پوره بستند. کارشناسان بر اینند که در بازار مسافرکشانه بخصوص در پهنای اسنگ یک بحران جدی در راه است و خواهشمندان پرواز به روسیه به خصوص مهاجران کاری مجبور می شوند تا راههای الترناتیوی رسیدن تا روسیه را بجویند. این هم در حالی است که این بحران اویاسیونی همزمان با شروع موسم نو سفر میلیون ها مهاجر کاری از جمله از تاجیکستان به روسیه اوج میگیرد. در بهار سال 2021 وقتی که روسیه مرزهای خود را بعد اوج پاندمی دوباره گشود، نرخ پروازها به روسیه از تاجیکستان تا $1500 به آسمان خسته بود. انتظار می رود که اگر لغو پروازهای شرکت های هواپیمایی روسیه بین شهرهای این کشور و تاجیکستان اوج باز هم بیشتر بگیرد، اون وضعیت 1 سال پیش روی داده می تواند و نرخ چپته های پرواز و عموما سفر به روسیه از نو به آسمان بخیزد.